سوال دیگر برادر عزیز، اینجا در گفتن جناب امام بخاری حدیث 5017 همین را گفتن برای ما شرطه. این کتاب امام بخاری است، حدیث 5017. خب چند راویای حدیث میاد برادر عزیز در حدیث 5017. بعد از عایشه میاد اخیران مادرمون ان نبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. برادر عزیز و گرامی، حضرت عایشه مادرمان گفتن که هرگاهی که پیامبر نازنین در جاگه خوابش می در آمد، یعنی می نشست و دستهاش کفاش جمع میکرد، دستکاش جمع میکرد است، سوره قل هو الله احد یا سوره اخلاص میگیم ایرا میخون، قل اعوذ برب الفلق میخواند، قل اعوذ برب الناس میخواند، شف بکند و ابتدا میکند از بالای سرش یا از رو سر میکند، مالیدن تا سر تا گردنا تا کجایی را که مقصد همین دستش میرسد همه بدنش میمالید، باز دستش میگیره باجا. همین کار 3 بار قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میخواند است یک باری، ولیکن 3 بار همین کار تکرار میکنید، صوف میکنید میمالید است، صوف میکنید تمامی جایی را که دستش برسد. بعد برادر عزیز به طرف راست میگردید و رو به سوی خانه کعبه قبله و خواب میکردن. برادرها هر کسی که با همین طریق خواب میکنه انشاءالله از بسیاری ضررها و زیانها او آدم خلاص است. برادرها این بود معنای حدیثی. از من پرسیدن که مقصد چی است.